سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمد عزیزی هستم و در قسمت دوم از دوره جامعه معامله‌گری در فارکس در خدمت شما هستم. در جلسه گذشته که با هم دیگه مفهوم فارکس و مزایای اون رو بررسی کردیم، در همون اسلایدهای اول بررسی کردیم که بروکر امکان معاملات مختلفی رو به ما میده که یکی از اونا وصلی ترین اونا معامله جفت ارزها هست و اشاره کردم که جفت ارزها ارز کشورهای مختلف هستند که دو به دو در کنار همدیگه قرار گرفتن. دوستان در این جلسه میخواییم کاملا مفهوم جفت ارز رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که اصلا این جفت ارزها چه چیزی هستن و بهتره که ما کدوم یک از اونا رو معامله کنیم. جفت ارز یا کارنسی پیرز در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده میشه. مثلا یورو یو اس دی، دوستان یورو به دلار یکی از جفت ارزهای اصلیه که بیشتر معاملات ما هم همین تشکیل میده. یک جفت ارزه که ارز اول رو ارز پایه یا بیس کارنسی، ببینید دوستان اینجا یورو برای ما ارز پایه هست و ارز دوم رو ارز قیمت گذاری شده مینامند و قیمت جفت ارز نشون دهنده اینه که چه میزان از ارز دوم برای خرید یک واحد از ارز پایه لازمه. در واقع وقتی که ما یک جفت ارزی داریم مثل یورو به دلار، ارز اول رو بهش میگیم ارز پایه و ارز دوم رو بهش میگیم ارز قیمت گذاری شده و خب قطعا یه قیمتی برای ما وجود داره دیگه. قیمت جفت ارز نشون دهنده اینه که چه میزان دلار لازمه که من یک واحد یورو بخرم در ارز یورو به دلار. خب تقریبا 1.2 دلار لازمه یا $1.20 حدوداً لازمه که من بخوام یک یورو بخرم و قیمت گذاری جفت ارز به این شکل تعیین میشه. مثلا اینجا من یک مثال آوردم دوستان، دلار در مقابل ریال ایران، همچین جفت ارزی وجود نداره. خب من این رو کاملا فرضی اینجا نوشتم که برای شما جا بیفته. یک مثال بسیار راحته. جفت ارز نشون دهنده چی بود؟ نشون دهنده اینه که چه میزان از ارز دوم لازمه که ما یک واحد از ارز پایه رو بخریم. خب دوستان چقدر ریال لازمه که ما بخوایم $1 بخریم؟ 300,000 ریال لازمه که ما بخوایم $1 بخریم. 30,000 تومان دیگه الان دلار، پس 300,000 ریال برای خرید $1 لازمه و اینجا میبینید دیگه اقتصاد ما چقدر ویرانه و میبینید دیگه ارزش ریال ما چقدر پایین تر از دلاره. و دوستان وقتی که شما کاملا بر فارکس مسلط میشید، کلا از اقتصاد ایران ناامید میشید. همین یک جمله، همین یک کلمه نشون میده که واقعا اونا کجان و ما کجا هستیم. در واقع اگر قرار باشه جفت ارزی مثل دلار در مقابل ریال ایران وجود داشته باشه، در این لحظه 300,000 ریال لازمه که تازه ما بخوایم یک واحد از ارز پایه رو بخریم و واقعا باید تأسف خورد. حالا ممکنه سوال پیش بیاد این نمادها چجوری ساخته میشن و من دوستان از خودم اینجا مثلا IRR ننوشتم. خب یه جورایی در واقع یه قانونی پشتشه که من این رو اینجوری نوشتم. نمادها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها تعیین میشه. در این نمادها که معمولا 3 حرفی هستند، 2 حرف اول مربوط به نام کشور مبدأ و حرف سوم حرف اول نام ارزه. من اینجا مثلا مثال USD یا همون دلار آمریکا رو آوردم. میدونید دیگه معمولا US رو همون ایالات متحده میگن. شاید شما خیلی شنیده باشید به جای آمریکا مثلا بنویسن ایالات متحده مینویسن US United States. حالا United States دلار که مخففش میشه USD. ببینید 2 حرف اول نام ارز مخفف اسم کشور US و حرف سوم هم حرف اول اسم ارز و به این شکل USD برای ما ساخته شده و منم با توجه به همین فرمول اینجا مثلا اومدم IRR رو نوشتم. دوستان اینا چیزایی نیست که مثلا شما بخواید خیلی روش مانور بدید، چیزای ابتدایی هستن دیگه. واقعا شما باید اینا رو بدونید. اصلا خودتونم اگر همین الان هم تمرین نکنیم، وقتی که وارد جلسات پیشرفته میشیم و در واقع موضوعات مهم رو بررسی میکنیم، اینا اصلا به چشم نمیان. اینا یک مفاهیم پایه‌ای هستن دیگه. شما قطعا باید اینا
اینا رو بدونید. خب من اینجا بعضی از نمادها رو براتون آوردم که یک آشنایی با اینا داشته باشید. USD بررسی کردیم، دلار آمریکا، یورو که ارز رسمی اتحادیه اروپا است، پوند انگلیس، دلار هنگ کنگ. ببینید دوستان به همون شکل ساخته میشه. هنگ کنگ دلار یا ین ژاپن، ببینید JPY ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار استرالیا دلار یا رئال برزیل و نحوه نامگذاریشون به همین شکله و لازم نیست که شما همه اینا رو حفظ کنید و همچنین اصلا لازم نیست که همه اینا رو بدونید. ببینید دوستان حالا در بخش مدیریت سرمایه دقیق‌تر بهش میرسیم یا الان هم مثلا میتونیم مقداری از این بحث رو باز کنیم. قرار نیست که مثلا ما روی همه جفت ارزها معامله کنیم، حالا شاخص‌ها و CFD ها و اینا کنار، حتی روی خود جفت ارزها هم قرار نیست که ما روی همه اینا معامله انجام بدیم و در ادامه متوجه میشید دلیلش رو. خب در ادامه کاملا دلیلش رو متوجه میشید که ما فقط روی چند تا از جفت ارزهای خاص که ریسک کمتری دارن معامله میکنیم و تا حد زیادی رو فقط در ادامه این جلسه به شما میگم. پس اینا برخی از نماد ارزها هستند که همه اینا دوستان دو به دو میتونن در مقابل همدیگه قرار بگیرن. خب اینا هر کدوم از اینا نماد ارز یک کشورن که مثلا دلار آمریکا میتونه در مقابل دلار کانادا قرار بگیره، دلار استرالیا میتونه در مقابل پوند انگلیس قرار بگیره و همه اینا میتونن دو به دو در مقابل همدیگه قرار بگیرن و همین قدر هم نیستن دوستان، ارزهای بیشتری وجود داره که من اینجا برخی از مهم‌ها رو آوردم که شما یک آشنایی داشته باشید. و در این اسلاید هم میزان معاملات روی جفت ارزهای مختلف رو مشاهده میکنید. مثلا میبینید که حدوداً 35% معاملاتی که انجام میشه روی جفت ارز یورو به دلاره. دوستان حالا اینا ممکنه 1% بالا و پایین داشته باشن چون اعداد مربوط به پارسال هستن. من اعداد جدید رو پیدا نکردم، درصدهای جدید رو، ولی قطعا تفاوت آنچنانی هم نمیکنن. نهایتاً 1% بخواد بیشتر شده باشه یا کمتر. ببینید 35% معاملات روی جفت ارز یورو به دلاره. خب و این اگر برگردیم به همون بحث مدیریت سرمایه، خب اگر قرار باشه ما روی جفت ارزها معاملاتی رو انجام بدیم و ترید ما روی جفت ارز باشه، قطعا یکی از جفت ارزهایی که ما انتخاب میکنیم همین یورو به دلاره. چرا؟ چون تمرکز بیشتر بازار روی همین یورو به دلاره. 35% معاملات روی یورو به دلاره. ببین دوستان چیزی بود که من در جلسه اول بررسی کردم و اشاره کردم که بازار واقعا حجم بزرگی داره و ارزش بازار زیاده و هر چقدر که ارزش بازار بزرگتر باشه رانت و فساد میاد پایینتر و نوسانات طبیعی تر میشه. میدونید دیگه قیمت گذاری در بازارهای جهانی بر اساس عرضه و تقاضاست. پس وقتی که افراد بیشتری دارن روی این جفت ارز معامله میکنن، قطعا عرضه و تقاضا طبیعی تره و خب سرمایه گذاری و ترید روی این جفت ارز قطعا ریسک کمتری داره نسبت مثلا به یک جفت ارزی که 1% کل معاملات رو بخواد مثلا به خودش اختصاص داده باشه. و این یکی از دلایلی که مثلا ما روی همه جفت ارزها معامله انجام نمیدیم. جفت ارز پوند به دلار 14%، یورو در واقع دلار آمریکا به ین ژاپن 12%، دلار استرالیا به دلار آمریکا 6%، دلار آمریکا به فرانک سوئیس 4%، یورو به ین ژاپن 3%، یورو به فرانک سوئیس 2%، دلار نیوزلند به دلار آمریکا 1% و دلار آمریکا به دلار کانادا 3% و بقیه جفت ارزها هم 20% معاملات رو شامل میشن. و این دوستان باز چیزاییه که شما بهتره که بدونید. به هر حال یه سری اطلاعات عمومی دیگه و ارزش آنچنانی هم ندارن. حالا جفت ارزها خودشون باز به 3 دسته تقسیم میشن دوستان: جفت ارزهای ماژور، کراس و اگزاکت. حالا جفت ارز ماژور چه جفت ارزیه؟ ببینید جفت ارزهایی که یکی از طرفین دلار آمریکا باشه جفت ارز ماژور یا اصلیه. مثلا یورو به دلار ارز قیمت گذاری شده دلار دیگه، پس این برای ما یک جفت ارز اصلیه. اصلا فرق نداره دوستان ارز پایه باشه قیمت گذاری شده، هر کدوم از اینا دلار آمریکا باشه ما اون جفت ارز و جفت ارز اصلی در نظر میگیریم. دلیلش چیه دوستان این حالا طبقه بندی؟
دلار آمریکا دوستان غول اقتصادی جهانه. حالا درسته که رقیبش چین باشه، اما به نظر من حالا زیاد مونده که حتی چین بخواد به آمریکا برسه، نه اینکه حالا بخواد ازش سرتر باشه. واقعا حالا وقتی که ما نرخ‌های اقتصادی رو بررسی می‌کنیم و وارد بخش فاندامنتال میشیم، می‌بینید که چیزی که ما از اقتصاد می‌دونیم فقط یه سوء تفاهمه و اقتصادی که آمریکا داره اصلا غیر قابل درکه و به همین دلیل خب جفت ارزایی که یکی از طرفین اونا دلار آمریکا باشه در دسته جفت ارزهای اصلی قرار میگیرن. ببینید دوستان، تا اینجا میتونید شما یک جنبندی انجام بدید. اینکه من الان بخوام روی چه جفت ارزهای معامله انجام بدم، خب طبیعیه من روی جفت ارزهای معامله انجام میدم که در دسته ماژور قرار داشته باشن یا حداقل مثلا در دسته کراس باشن دیگه. من نمیام روی دسته سوم در واقع معامله کنم. ما رو در ادامه اینا رو هم بررسی میکنیم. یا مثلا جفت ارزهایی که بررسی کردیم مثلا حجم معاملات زیادی روشون انجام میشه، جفت ارزهایی که حجم معاملات کمی روشون انجام میشه یکم ریسکشون بالاتره و ما وارد بازار فارکس شدیم که همین ریسک رو بیاریم پایین‌تر دیگه که خیالمون راحت بشه. دسته کراس جفت ارزهایی هستن که هیچ کدوم از اونا دلار آمریکا نباشه، اما خب همواره ارزهای اصلی هستن. ببین مثلا اینجا من مثال دلار استرالیا به ین ژاپن رو آوردم. دوستان هر دوتای اینا ارز کشورهای توسعه یافته و ارز کشورهای مهم هستن، از لحاظ اقتصادی کشورهای مهمی هستن. حداقل میدونین دیگه ژاپن یکی از غول‌های اقتصادیه و خب ارزش ین ژاپن بسیار بالاست. هیچ کدوم از اینا دلار آمریکا نیستن ولی خب جزء ارزهای اصلی هستن. به همین دلیل در دسته کراس قرار میگیرن. در واقع دسته اول ارزهای اصلی هستن که یکی از اونا دلار باشه. دسته دوم ارزهای اصلی هستند که دلار نداشته باشیم و دسته سوم ارزهایی هستند که ارز اول به عنوان ارز پایه یک ارز اصلی باشه، مثلا یورو یک ارز اصلی دیگه، ارز رسمی اتحادیه اروپا است. اما ارز دوم که ارز قیمت گذاری باشه ارز یک کشور در حال توسعه است دوستان. مثلا مثل یورو در مقابل لیر ترکیه. ترکیه یک کشور در حال توسعه است و ما این جفت ارز رو داریم دوستان. این رو دیگه خودم مثال نیاوردم، همچین جفت ارزی برای ما وجود داره. حالا چرا ما روی اینا مثلا معامله ای رو انجام نمیدیم؟ ببین دوستان کاملا مشخصه. ارز قیمت گذاری شده ارز یک کشور در حال توسعه است، یعنی هنوز به اون سطح اقتصادی نرسیده، یعنی هنوز اقتصادش پایدار نیست، نوسانات زیادی داره لیر ترکیه. همین الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ارزش لیر ترکیه در حال سقوط مثلا در مقابل دلار آمریکا. به همین دلیل ما روی در واقع جفت ارزهای دسته سوم معاملات آنچنانی رو انجام نمیدیم و در این جلسه علاوه بر این که من اومدم شما رو با جفت ارزها آشنا کردم، تا حد زیادی هم وارد بحث حالا مدیریت سرمایه شدیم. دوستان حالا شاید فکر کنید که مدیریت سرمایه بخواد چی باشه. همین که الان شما در این جلسه به این جنبندی رسیدید که قراره که ما روی چه ارزهایی معامله انجام بدیم، خودش خیلیه. واقعا خیلی ها نمیدونن که روی چه ارزهایی معامله انجام بدن. هر کدوم دیدن که یه موقعیت معاملاتی بهشون میده میان معامله انجام میدن. این برای کسان تازه کار و آماتور، شما که بخواید حرفه‌ای بشید، شما که بخواید به تریدر تبدیل بشید، باید برای خودتون مشخص کنید که قراره روی یکی دو تا جفت ارز خاص معامله انجام بدید که من در ادامه باز اونا رو به شما میگم. ولی خب همین جلسه هم به شما اطلاعات خوبی داد و تا حدودی میدونی که ما قراره در آینده روی چی مانور بدیم. بیشتر ما سمت جفت ارزایی میریم که حجم معاملات روی اونا زیاد باشه، به سمت جفت ارزایی میریم که در دسته ماژور قرار داشته باشن و خب قطعا مثلا جفت ارز یورو به دلار در واتس لیست ما خواهد بود. خب دوستان در این جلسه کاملا با مفهوم جفت ارزها آشنا شدیم. مطلب دیگه‌ای باقی نمونده و هدف این جلسه هم همین بود. مطمئن باشید این جلسه کامله و حتما یکی دو بار این جلسه رو ببینید دیگه. در جلسات آینده این مشکل رو نداشته باشید که جفت ارزیه. واقعا اینا مطالب پایه‌ای هستن و این جلسات رو آوردم برای دوستانی که از سطح صفر میخوان شروع کنن و انشالله از جلسات آینده وارد بحث‌های تخصصی تر میشیم. امیدوارم که این جلسه برای شما مفید و مناسب بوده باشه. موفق و پرسود باشید.